میشیم این هست که کثیف‌ترین ماده غذایی که وارد آشپزخانه ما ایرانی ها میشه و به شکل سنتی در واقع از اجداد به ارث رسیده به ماها سبزیجات و بعدم میوه ها. سبزی میاد تو این قسمت سالن که ما بهش میگیم سبزی ناپاک، به وسیله خانم ها تمیز میشه. یعنی ضایعاتش مثل اگر زردی داشته باشه، علف هرز باشه، گاهی گلولای ممکنه توش باشه، گاهی هم ممکنه فضولات حیوانی توش باشه، همه اینجا گرفته میشه یا ساقه‌های اضافی ازش گرفته میشه. بعد از اینکه سبزی‌های مختلف همونطور که ملاحظه میکنید شوی، تره، جعفری، گشنیز، اسفناج، شنبلیله یا سیر اینجا آماده میشه. در این قسمت هم معمولا خب خانم مهندس علیزاده که مسئول فنی کارگاه هستن نظارت میکنن، باشون همکاری میکنن. ضمنی که خانم مهندس نمونه‌های سبزی که حالا شستشو شده آماده برای ارسال به مراکز فروش هست، آزمایشگاه داریم اونجا از نظر آلودگی‌های میکروبی و یا انگلی روش نظارت دارن، کنترل میکنه که اگر به اصطلاح سبزیجات به خوبی روش عمل شده، فرآیندش درست بوده، آلودگی میکروبی انگلی نداشته باشه. سبزی بعد از اینکه پاک شد از قسمت ناپاک وارد سالن پاک میشه که برای شستشو، ضدعفونی شدن و انگل‌زدایی، باکتری زدایی و تا انتها که کاملا تمیز میشه و بیرون میاد. در اینجا ماده ضدعفونی کننده پرکلورین و دزگن مایع ظرفی ریخته میشه. با فشار آب سبزی زیر و رو میشه، شستشو داده میشه. اگر هم سبزی کیفیت نداشته باشه و کیفیت مطلوبی نداشته باشه به وسیله این دستگاه حشرگی جدا میشه، چون سبک هستن میان در سطح آب، از این مسیر با فشار آب در واقع جدا میشه. سپس سبزی شسته شده از نوار نقاله انتقال پیدا میکنه در وان بعدی. در اینجا هم با فشار آب در واقع زیر و رو میشه، تمیز میشه، آب کشی میشه. در این مرحله هم دوباره روی نوار نقاله این دوش آب پاشیده میشه. دوباره اگر ضایعاتی وجود داشته باشه واسه این صافی از محصول جدا میشه. محصول شسته شده در این عرابه ریخته میشه، آماده میشه برای بسته بندی. فشار اینجا رو زیاد، آب بسته، آب نمیاد اینجا آب نمیاد. ببین فشار آب اینجا باید اینو بزنه جلو. تولید بالا برای آقای دکتر مطرح نبوده که من تولید بالا داشته باشم، درآمد بیشتری داشته باشم، اصلا اینطور نبوده. آقای دکتر بیشتر رو گفتم کیفیت و به قول معروف بهداشت تو کار خیلی همیشه خب به ما گوشزد میکنه، ما رو توجه میده به این چیزا. در هر حال این هم از جمله این که بیاید و سبزیجات رو به شکل بهداشتی در بیارید و عرضه بکنید در سطح جامعه همیشه که از صحبت‌های من بوده تا اینکه بالاخره داوطلبی ندیدیم و خودم در سال 1375 این کار رو در همین کارگاه شروع کردم. البته نه به این شکلی که در حال حاضر داریم می‌بینید